نمودند و اگرچه نام خود را برادران و خواهران گذاشتند ولی هرگز با هم صحبت نمی کنند. شعبده باز گفت به ضرر و زیان خودشان است. دختر حرف او را تصدیق نمود، اظهار داشت البته کار ابلهانه است. ما باید با مردم زندگی کنیم و تا حد امکان از آنها استفاده نماییم. اما آیا از این کار معلوم نمی شود که همان اندازه که چشم ما محتاج به عشق است، روح ما به تجرد و تنهایی محتاج می باشد؟ ما به کمک‌های جسمی و فکری یکدیگر نیازمندیم، ولی روح ما می خواهد که با خدا تنها باشد. وقتی مردم عاشق ما می شوند و می خواهند اضافه بر چشم و هوش روح ما را نیز بالغ گردند، آن وقت است که فریاد می زنیم از من دور شوید، چون من به خودم تعلق دارم و نه به شما. این نصیحت تو که میگویی یکدیگر را دوست بدارید، به گوش من که در تجسس خدا هستم به مراتب مسخره آمیزتر است تا به گوش جنگجویی که بر علیه قتل و بردگی می جنگد، یا صیادی که اگر به کشتن حیوانات اقدام ننماید فرزندانش از گرسنگی جان خواهند داد. شعبده باز گفت پس میخوایی به شما حکم کنم که یکدیگر را بکشید؟ دختر گفت این هم همان حکم اولی است، منتها وارونه اش کرده ای. هیچ یک از این دو حکم دستور زندگی کردن نمی شود. این دستورهای کلی تو مثل قرص‌های مسکن ارزانی است که دورگردها به ما میفروشند و میگویند برای همه دردی خوب است و شاید از 20 درد یکی را هم خوب کند، ولی در 19 تای دیگر هیچ افاقه‌ای ندارد. به اضافه من در جستجوی احکام نیستم، من میخواهم خدا را پیدا کنم. پس به جستجوی خود ادامه بده و دست خدا به همراهت. اینطور که میخوای خدا را پیدا کنی باید از من رد شوی. شعبده باز این را گفت و ناپدید گشت. دختر گفت شاید این بزرگترین شعبده تو بود، هرچند من متاسفم که تو از دست من رفتی، چون به نظرم آدم دوست داشتنی بودی و نیتت هم پاک بود. 1 مایل که از آنجا دور شد، دختر سیاه ماهیگیری قدیمی را دید که کلیسای عظیم و با شکوهی را به دوش دارد. بر او بانگ زد مواظب باش که این بار سنگین گردن لاغرت را خرد نکند و به طرف او دوید که کمکش نماید. ماهیگیر جواب داد ابداً، ما صخره‌ای هستم که کلیسا بر آن بنا شده است، ولی تو سنگ نیستی و این بار هم برای تو بسیار سنگین است. دختر این را گفت و هر لحظه منتظر بود که ماهیگیر در زیر آن بار گران خرد شود، ولی ماهیگیر تبسم مطبوعی بر روی او نمود. پاسخ داد نترس، تمامش از کاغذ ساخته شده است و رقص کنان از پهلوی او گذشته و تمام زنگ‌های کلیسا را به صدا درآورد. هنوز ماهیگیر از نظر دور نشده بود که عده دیگری با لباس‌های مختلف به رنگ‌های سیاه و سفید و خیلی تر و تمیز پیدا شدند که هر یک کلیسای کاغذی کوچکتر و اغلب زشتری به دوش داشتند و همه دختر سیاه را مخاطب ساخته فریاد می‌زدند حرف ما ماهیگیر را باور نکن و به حرف باقی اینها هم گوش نده، تنها کلیسای من کلیسای حقیقی و واقعی است. و بالاخره دختر مجبور شد از دست آنها به جنگل پناه ببرد، چون آنها به یکدیگر سنگ میانداختند و به قدری در نشانه زنی ناشی بودند که گفتی همه کور هستند و سنگهایشان اغلب توی جاده میافتاد و دختر پیش خود اینطور فکر کرد که حتما خدا را به سلیقه خودش در میان آنها نخواهد یافت. وقتی این اشخاص از آن حدود رفتند، یا بهتر بگوییم وقتی جنگ از آن محوطه دور شد، دختر سیاه دوباره به جاده برگشته و به یک نفر یهودی سرگردان فرتوتی برخورد که از او پرسید آخر برگشت؟ دختر گفت کی برگشت؟ یهودی گفت آن که وعده داده است بیاید و گفته که باید منتظر او باشم. دیگر انتظار من از حد تعقل و منطق گذشته است. اگر به همین زودی برنگردد دیگر دیر خواهد بود، چون مردم هیچ کاری ندارند مگر آنکه طرقی پیدا کنند که بیشتر بتوانند به یکدیگر زیان برسانند. دختر گفت آن کسی هم که بیاید از این کار جلوگیری نخواهد کرد. یهودی فریاد زد ولی او با جلال خواهد آمد و در دست راست خدا خواهد نشست. خودش چنین گفته است و تمام کارها را درست خواهد کرد. دختر جواب داد اگر بخوای منتظر شوی که سایرین آمده کارها را درست کنن باید تا آخر دنیا منتظر باشی.
یهودی که این را شنید ناله ای از نومیدی برآورد و به صورت دختر سیاه تف کرد و آهسته از او دور شد. تا این هنگام دیگر عقیده دختر از پیرمردان به کلی سلب گردیده و از این که از دست آن یهودی پیرمرد خلاص شده است خرسند بود. پس راه خود را ادامه داده آمد تا در کنار راه به محوطه سایه‌داری رسید که 40-50 نفر از همرنگان او که معلوم بود به کار باربری و حمل و نقل اشتغال دارند زیر سایه دور هم نشسته غذا می‌خوردند و مسافتی دورتر از آنها دسته‌ای از خانم‌ها و آقایان محترم سفیدپوست نشسته بودند. چون خانم‌ها شلوار کوتاه در پا و کلاه‌های کاسک بزرگ در سر داشتند، دختر سیاه حدس زد که اینها هم مثل مردها باید از کاشفین باشند.